ناراحتی مثلا قاجی هم تو شرکاست میزنیم ماشاءالله شرکای خاص که تو خاص بشی. خبرته بابا؟ تو کی میخواین جا بشین تا فردا صبح؟ من تا پولمو از این نگیرم نمیذارم پاشو تو این خونه بذاره. نذار. شارلاتان. ببین موضوع حرف زدنت باشه. وگرنه چی؟ من که وگرنه بهت نگفتم، فقط گفتم موضوع باش. آره. این شد الله. سلام جینس خانم. سلام خانم. سلام. سلام. حال شما خوبین؟ خوب هستی؟ چه خبره اینجا؟ مگه خبر نداری؟ چیو؟ جدی خبر نداری؟ نه. بابام داره میاد دیگه. جدی؟ کی؟ فردا صبح میرم فرودگاه میاریم. خب چشمتون روشن. چه موقع خوبی ما اومدیم اینجا. آقا اصلان کو؟ بابا ما الان آقا اصلان ما چه میدونیم کجاست؟ کی میدونستیم که این دومین بارش باشه. برو در ماشین قفل. بدی من قفل میکنم. بدی من قفل میکنم. بده من قفل میکنم. بفرمایید تو خوش آمدید. بفرمایید. یا الله. بفرمایید. این خانم دختر آقا اصلان بود؟ ببین خیلی فضولی میکنی ها. حرف مفتم نزن وگرنه چی؟ وگرنه اون پولی که بابام بگیری خرج صورتت کنی، فهمیدی؟ باشه گفتی وگرنه. بله.